اگه ذهنت آشفته شده و فکر میکنی همه چی به هم ریخته، این ویدیو مال توه. آروم باش، آروم. هیچ کس نمیتونه تو رو به هم بریزه. هیچ چیزی نمیتونه تو رو بشکنه. همه چیز افکار توه. هر چیزی که این توه مال توه. هیچ کس نمیتونه از تو بگیرتش. هیچ کس نمیتونه خونه تو رو به هم بریزه تا وقتی کلیدشو خودت دستش نداده باشی. مثل این میمونه که این کلید خونه منه. میدمش به تو. وقتی که بدمش به تو میتونی وارد حریم من بشی، وسیله هامو برداری، دکوراسیون خونه‌مو عوض کنی و من نمیتونم اعتراضی کنم، چون اختیار زندگیمو با این کلید دست تو دادم. وقتی میگم از هر چیزی که توی زندگی داری صحبت نکن، دقیقاً همینه. تو وقتی صحبت میکنی کلیدشو مستقیم دستش میدی. پس آروم باش. خواستهاتو برای خودت نگه دار. در تاریک ترین زمان ممکن واسه خواستهات تلاش کن و به هیچ کس هیچی نگو. کلیدو دستش نده. آروم باش. همه چی مال توه. تو به هر چیزی که بخوای میتونی برسی. اینو من بهت قول میدم. خدای تو بهت قول میده. برو موفق باشی. دوست دارم. بهترینا نصیب تو بشه.